مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که سانحه 24 مارس سال 2022 یکی از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی با ارسال نوار قاعده ویرانکنی راننده ماشین تمغه مرسدس بنز از کارمندان ملیته پایتخت تاجیکستان خواسته است تا نسبت به راننده این ماشین چاره‌های دخلدار قانونی اندیشند. کارمندان ملیسا به طور فوری شخصیت راننده و مکان صادر کردن این قاعده ویرانکنی را معاین کردند. آشکار گردید که حادثه مذکور سانحه 23 مارس سال جاری در شهر بختار ولایت ختلان صادر شده. راننده ماشین تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتیش 1200 SD01 شهروند ملیکوف میروجدین سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه فیدن می باشد که از جانب کارمندان ملیته پایتخت در حدود شهر دوشنبه بازداشت گردید. چنانچه در نوار دیده می شود نامبرده قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران نموده افت خود را یک باره از جای ایست به حرکت درآورده است که با این عمل خود حالت خطرناک و صدمه‌آور را به وجود آورده است. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور نسبت به ملیکوف مهراجدین طبق طلبات ماده 325 قسم 3 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده او را برای دغلانه ویران کردن قاعده های حرکت جریمه بستند و همزمان قطعاً آگاهش کردند که در آینده چنین کار را تکرار نکند.